آیا از نامرتب بودن چشاتون رنج میبرید؟ آیا از مرتب کردن چشاتون خسته شدین؟ وقتشه با کاپرگالم آشنا بشید. درسته، متخصص درجه 1 مرتب کردن چسا. کارش فقط و فقط یه چیزه، اینکه شیرجه بزنید تو چساتون، آیتماتون رو مرتب کنه. اونقدر تند و تیز چساتون رو ردیف میکنه که سجاد گشاد تو کل عمرش اینقدر کار مفیدی انجام نداده. قراره توی این ویدیو با همدیگه کارخونه کاپرگالم ها رو از نزدیک مشاهده کنیم. خب بزنیم از خونه بزنیم بیرون و ببینیم اوضاعت چقدر. عجب روز قشنگیه. اینجا قراره اتاق ذخیره انبار ما باشه. آقای مبین رو مشاهده میکنیم و سلام. کارخونه کاپرگالم ها. سلام آقای درست. سلام خدمت به مدیر عزیز که الان در اینجا حضور ندارم، ولی ما همیشه از آنها یاد میکنیم که خونهشون رو به ما دادن که ما بتونیم اینجا کارخونه رو تأسیس کنیم. بفرمایید داخل برای بازدید. اینجا کاپرگالم ها رو میتونید ببینید که دونه دونه وسیله های مورد نیاز از روی صندوقچه بر میدارن و وارد انباری میکنن. درست. و همچنین توی طبقه بالا این ادامه داره. کاپرگالم های بیشتر بعد و اینکه قراره در آینده قراره که در آینده قراره که در آینده کل منطقه پوشش مسی بگیره و از کاپرگالم حمایت بشه. بله همونطور که میبینید استارتاپ کاپرگالم خیلی استارتاپ جالبیه و کارخونه رو اگر تماشا کنید اینجا ما کاپرگالم ها رو مشاهده میکنیم که دارن دونه دونه آیتم ها میزنن. این کاپرگالم الان داره این بلنکو بلند میکنه بذاره توی چست و اگر یه ذره کمکش کنیم بره بالا همونطور که میبینید نذاشتش توی چست چون که چستش پر شیره که مهم نیست. خلاصه میبینید که اینجا کاپرگالم ها دست جمعی دارن به همدیگه کمک کنن. مثلا این یکی داره آیرن بارو میذاره توی یک چسته که این چسته توش نداره. کاملا کارشون درست بردن و آقای مدیر این کارخونه یه توصیه ای از اینکه کاپرگالم ها دقیقاً چه شکلی کار میکنن میشه توی ببینیم. کاپرگالم ها بر این فرض فکر میکنن ما وقتی آیتم که اینجا میذاریم وسیله که اینجا میذاریم بر میدارن چه میذارن. حالا وقتی که توی نباشه وسیله نباشه وسیله توی دستشون میذارن اینجا اونجا. بله ولی خب این نسخه اولیه کاپرگالم هاست و در آینده آپدیتش میکنیم به روز رسانیش میکنیم. بله و تا جایی که میدونم دارن کل خونه رو ساپورت میکنن. بله دیگه رئیس خونه اوکی من گفتیم آره میذاریم. اوکی مثل اینکه ساپورتیشون خیلی خوبه. بله من اینا رو سفارش میدم برای خونه خودم که اون ته کوچه است. چند تا چقدر بادی باید به تو پرداخت کنم آقای بوبی؟ حالا درباره پولش صحبت میشه. اوکی. فقط مطمئن این که چرت و پرت نذارن تو جای چرت و پرت دیگه. کارشون رو بلدن دیگه. بله کارشون رو بلدن. دارن قشنگ میگه برن توی چستا. ماشاءالله خیلی موجودات باحالی هم هستن توی خونتون فعالیت کنن. اصلا یه چیز خوبیه. و این بود از بازدیدمون. بعد اینم بازدیدمون تموم شد. پس معطل چی هستی؟ همین حالا دست به کار بشید و به شماره 67000 تماس بگیرید تا در اسرع وقت مهندس مبین به خدمت شما برسد.